سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علی واحدی هستم، معامله‌گر و مدرس بازارهای مالی از آکادمی ماتریکا. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم با تحلیل هفتگیمون. ما هر هفته روزهای تعطیل میایم مارکت رو بررسی میکنیم، یه دیدگاه کلی در مورد بازار هفته پیش رو برای خودمون در نظر میگیریم که با آمادگی کامل به سمت باز شدن بازار بریم و بتونیم معاملات خوبی رو در هفته تجربه بکنیم. خب ببینید بچه‌ها، در این هفته به صورت کلی وقتی مارکت رو نگاه میکنیم، مهمترین خبری که نظر ما رو جلب میکنه جمعه هستش که خبر NFP هست. روز چهارشنبه هم GDP داریم، GDP کانادا و آمریکا رو داریم، خبرهای مهمی هست. پنجشنبه ادعای بیکاری رو داریم. تعطیلی مارکت روی پنجشنبه زیاده برای منطقه اروپا که ممکنه یه مقدار مارکت توی سشن اروپا حجم کمتری داشته باشه که ما معمولا توی این مارکت ها ترید نمی کنیم و منتظر میمونیم تا مارکت حجم زیادی بگیره، بانک ها فعال باشن که بتونیم معاملات بهتری داشته باشیم. پس این هفته NFP است. هفته های NFP هفته های مهمی هست، باید حواسمون رو جمع کنیم. ممکنه هر حرکتی تو مارکت اتفاق بیفته. گاهی اوقات قیمت به پیشواز خبر NFP میره، یعنی پیشخور میکنه توی هفته حرکت NFP رو. گاهی اوقات هم نه، بازار یک بازار بسته رنج و کانسالیدیشن میشه تا زمانی که خبر بیاد تا حرکتش رو انجام بده. پس ما با بازاری سر و کار داریم این هفته که یا ممکنه از ابتدای هفته شروع بکنه به حرکت کردن و پیشخور بکنه حرکت خبر NFP رو، یا اینکه نه، خود بازار هم منتظر NFP باشه تا خبر انتشار پیدا بکنه و حرکتش رو انجام بده. خب من این هفته میخوام بیشتر روی جفت ارز یورو USD با هم دیگه تحلیل بکنیم. بریم روی نمودار ببینیم به چه صورت هستش، دیدگاهامون چطوری هستن. خب برای یورو USD در تایم فریم ماهانه، همونطور که از هفته‌های قبل داریم با هم دیگه مارکت رو دنبال می‌کنیم و سطوحی رو برای رسیدن به اون نشون میدیم، یکی از سطح‌هایی که خیلی باش منتظرش بودیم این نقدینگی هستش که در تایم فریم ماهانه اینجا خیلی خوب داره نشون میده. یک FVG هم در تایم فریم ماهانه اینجا داریم. ببینید یک FVG در تایم فریم ماهانه این قسمت داریم که نقدینگی درون اون بوده. یک سقف سازمانی هستش اینجا در تایم فریم ماهانه و البته یه مقدار بالاتر که خیلی هم به چشم میاد، یک میتیگیشن بلاک داریم، یک اوردر بلاک داریم که باز سطح بسیار بسیار مهمیه برای اینکه قیمت بتونه از اینجا برگشت بده و مارکت چرخش داشته باشه. ما گفتیم معمولا در جفت ارزها این انتظار رو داریم که بعد از 2-3 ماه که روندی رو به خودشون میگیرن، یک چرخشی رو در مارکت ما شاهد باشیم که الان هم ما تقریبا میتونیم بگیم 3 ماه مارکت صعودی بوده، به سطوح خیلی مهمی رسیده و اینجا انتظار داشتیم که مارکت تغییر ساختار بده. سری قبل هم که در ریزشی که قیمت داشت اینجا که ریزش کرد به سمت پایین اومد، وقتی که به FVG ماهانه رسیده بود، ما تقریبا اینجاها دیگه انتظار یک چرخش رو از مارکت داشتیم، چون وقتی مارکت 3 الی 4 ماه ریزشی میشه و به یک سطح خیلی مهم میرسه، انتظار چرخش داشتن خیلی چیز عجیبی نیست، چون مارکت معمولا بعد از اینکه یک روندی رو میگیره و حرکتی رو انجام میده، بعد از 2-3 ماه یک چرخشی انجام میده که بتونه اوردرهای خودش رو تصفیه بکنه و یک تغییری در مارکت ایجاد بشه. خب در تایم فریم ماهانه خیلی واضح و قشنگ ما داریم که چه چیزهایی جلوی ما هستن و میتونن ما رو راهنمایی بکنن که به کدوم سطوح داریم میرسیم و چه اتفاقاتی ممکنه برای ما بیفته توی این مسیر. پس ما یه اوردر بلاک داریم بالا که هنوز تاچ نشده، ولی یک سطح FVG و یک سقف سازمانی اینجا بوده که
نقدینگی های اون گرفته شده، ولی در تایم فریم های پایین باید بریم ببینیم آیا تغییرات به چه صورت بوده. بریم تو تایم فریم هفتگی. در تایم فریم هفتگی کندل هفته قبل یک کندل برگشتی بود، یک کندل پین بار بود. همونطور که دارید میبینید ما یک کندل پین بار رو داشتیم که نشون میده مارکت وارد این نقدینگی شده، نقدینگی رو گرفته و واکنش بهش نشون داده. خب این یک نشانه به هر حال میتونه نشون بده که مارکت میتونه به سمت پایین حرکت بکنه و ریزش قیمت رو هم ببینیم در آینده. بازم میگم اینا فقط یک تحلیلن و ما میتونیم در هفته منتظر تایید این تحلیل ها باشیم. برای مثال کندل پین بار چطوری میتونه تایید بشه برای ما که بگیم ادامه ریزش ممکن اتفاق بیفته؟ اینکه کندل بعد از این هم یک کندل قرمز باشه، یعنی فشار فروشی که توی این شادو ما داریم میبینیم باید در کندل بعدی هم اتفاق بیفته که ما هنوز کندل بعدیمون خب هنوز شکل نگرفته، ولی خب میتونیم یک پیش بینیایی داشته باشیم. به هر حال مارکت به یک سطح خیلی مهم رسیده، نقدینگی گرفته و احتمال اینکه مارکت چرخش داشته باشه خیلی زیاده. منطقه گرونی هم هستیم و بعد از 2-3 ماه حالت صعود گرفتن، اصلاح یک چیز طبیعیه که ممکنه اتفاق بیفته. خب در تایم فریم هفته هم به هر حال اون نقدینگی مشخصه که هاند شده. نقدینگی قبل از این هم هستن که مارکت اینا رو هم گرفته، اینا که زودتر اینا رو هاند کرده بود، منتها هنوز به اون سطوح مهمش نرسیده بود، پس ادامه داد به سمت بالا حرکت کرد و الان که بهش رسیده ما باید در تایم فریم برای مثال روزانه انتظار یک چرخش داشته باشیم. خب چرخش در تایم فریم روزانه، در تایم فریم دیلی به هر حال یک سطوحی رو برای ما به جا میذاره. ما یک چنج آف کاراکتر اینجا داریم، یعنی در تایم فریم دیلی اگر این سطح شکست بشود ما میگیم یک تغییر ساختار داره رخ میده. در تایم فریم دیلی باید یک کفی شکسته بشه که نشون بده مارکت میخواد ریزش بکنه. اینجا خیلی خوب واکنش داده، همونطور که توی کندل هفتگی دیدیم یک کندل پین بار شده بود. در تایم فریم دیلی هم داریم میبینیم که مارکت بعد از اینکه به این سطح رسیده و سقف زده، بعدش با 2 کندل دیلی به سمت پایین حرکت کرده، کندل‌های قبل رو پوشش داده و یک اوردر بلاک هم اینجا ساخته به این صورت. خب اینجا ما انتظار داریم مارکت وقتی برمیگرده به این اوردر بلاک واکنش نشون بده و به سمت پایین حرکت کنه و تغییر ساختار رخ بده برامون که بتونیم معاملات فروشمون رو راحت‌تر بگیریم و خیالمون راحت باشه که در تایم فریم دیلی هم جریان سفارشات داره تغییر میکنه. این خیلی مهمه که این اتفاق بیفته و ما این تاییدیه رو توی مارکت ببینیم و بعد تصمیم بگیریم برای ادامه معاملاتمون. پس ما تاییدیه ها و نقاط حساس چارت رو با هم دیگه داریم میبینیم و منتظر میمونیم که ببینیم این هفته چه اتفاقی میفته. هر تغییری هم که ایجاد بشه من برای شما توی کانال این رو آپدیت میکنم که بتونیم با هم دیگه ادامه بدیم و پیش بریم. اگر هم مارکت این سطح رو نشکنه، یعنی به این اوردر بلاکی که اینجاست و این کفی که اینجاست احترام بذاره و نیاد پایینتر و قیمت به سمت بالا بره، طبیعتا ما میریم برای سقف بالاتر و سطوحی که اینجا نشون دادیم در تایم فریم ماهانه. یعنی این رو در نظر بگیرید که مارکت حتی میتونه سقف سومش رو هم اینجا بزنه و بیاد به سمت بالا و پس از اون از این نقطه بخواد چرخشش رو انجام بده. پس این که صرفاً بگیم به یک سطح رسیدیم خیلی سریع بگیم مارکت میخواد برگرده و ریزش بکنه و بریم سراغ معاملات فروش میتونه یه مقدار خطرناک باشه. شما باید مدام تاییدیه ها، نقاط حساس چارت رو ببینید و با اونها تصمیم بگیرید. خب حالا بریم تایم فریم 4 ساعته. ما در تایم فریم 4 ساعته تقریبا میتونیم بگیم یک مارکت کانسالیدیشن داریم، یک جایی که مارکت رنج شده یه جورایی در یک فضای بسته که سقف اون اینجاست و کف هم که همون منطقه چنج آف کاراکتر دیلیه که میتونیم این رو براش در نظر بگیریم، بگیم که رنج ما اینه. منتها ما یک کف 4 ساعته داشتیم که وقتی مارکت به اون رسیده ازش عبور کرده، تونسته کف رو بشکنه، از کف عبور کرده، منتها
هنوز این شکست تثبیت نشده، چون شادو زده و برگشته و دوباره نفوذ کرده داخلش. ما انتظار داریم که مارکت در ادامه روند دیگه بیاد این کف رو بشکنه و به سمت پایین حرکت بکنه. اگر این اتفاق نیفته بچه‌ها، مارکت میره برای سقف‌های بالاتر. این خیلی نکته مهمیه. شما مدام باید نگاهتون به این کف و سقف‌ها باشه، ببینید مارکت داره های میزنه یا لو میزنه. ببینید اینو اگر متوجه بشید خیلی بهتر میتونید تایم فریم بالا رو تحلیل بکنید. در تایم فریم یک ساعته هم یه نگاه بندازیم. ببینید ما در تایم فریم یک ساعته که دیگه کوچکترین تایم ما هست برای بحث ساختار، خیلی زودتر از بقیه تغییر ساختارها رخ میده. برای مثال الان ما در تایم فریم یک ساعته یک ساختار کاملا نزولی داریم. من این خطای اضافه رو پاک کنم که شما متوجه بشید. این همون چنج آف کاراکتر دیلی هست، من پاکش میکنم. در تایم فریم یک ساعته هستیم. در تایم فریم یک ساعته مارکت یک استاپ خیلی سریع در روز دوشنبه انجام داد. اگه یادتون باشه روز دوشنبه مارکت که باز شد خیلی سریع به سمت بالا حرکت کرد و من با بچه‌ها که صحبت می‌کردم، تحلیل می‌کردیم، بهشون میگفتم که بچه‌ها احتمال زیاد اینجا سقف هفته‌مونه، چون یکی از کارهایی که مارکت انجام میده در روز دوشنبه، اگر ببینید مارکت خیلی سریع داره به سمت یک آرایی پیدی حرکت میکنه و اون رو هانت میکنه یا به یک اوردر بلاک خیلی مهم میرسه، مطمئن باشید اونجا مارکت داره یک حرکاتی، یک دستکاری قیمت رو انجام میده. یعنی وقتی مارکت اینجا رسید تقریبا ما به این نتیجه رسیدیم که سقف هفتمون میتونه همینجا شکل بگیره، همین منطقه‌ای که الان دارم بهتون نشون میدم اینجا. خب بعد از این چه اتفاقی افتاد؟ بعد از این مارکت در تایم فریم یک ساعته تغییر ساختار داد. اینجا یک کف یک ساعته داشتیم که مارکت اومد این رو شکست. یک کف بالاترش هم هست، دوتاشون چون نزدیکن من پایینی رو در نظر گرفتم. کف پایین تر میزنه، میاد پایین، در برگشت نمیتونه سقف بالاتر بزنه. اینو ببینید چقدر مهمه، مارکت نمیتونه سقف بالاتر بزنه و در نتیجه حرکت ریزشی به سمت پایین خیلی شدیدتر و عمق بیشتری پیدا میکنه. کف ماژور دی یک ساعته رو هم برامون میزنه و ساختار یک ساعته رو کاملا برامون نزولی میکنه. خب این کل تحلیل هفته گذشته بود که ما وقتی مارکت حرکت کرد آرایه پیری رو گرفت، تغییر ساختار یک ساعته داد، به هر حال ما از اینجا به بعد دیگه میتونستیم معاملات فروشمون رو توی ساختار یک ساعته، گفتیم کوچکترین تایم فریمی که من باهاش کار میکنم برای ساختار شناسی و تغییر ساختارها یک ساعته هستش، که در نهایت با توجه به مناطق گران و ارزان و آرایه‌های پیدی و تغییر ساختارها میام توی یک ساعته. اگه اونجا تاییدیه بگیرم میرم سراغ انجام معاملاتم توی تایم فریم پایین تر. پس این هم یک نوع دیدگاه بود که باید حواسمون رو جمع بکنیم. برای هفته آینده هم ما بعد از این ریزشی که انجام شده در تایم فریم یک ساعته، خب ما سقف بالاتر فعلا نداریم و کف پایینتر هم فعلا نزده. یعنی وقتی مارکت اینجوری میشه خب طبیعتاً داره یک کانسالیدیشن رو درست میکنه. الان اگر دقت بکنید ما توی یک مثلث هستیم، باید ببینیم آیا مارکت میتونه سقف بالاتر بزنه، یعنی بره سراغ سقف بالاتر زدن که بره برای اون اوردر بلاک ماهانه، یا اینکه نه میره به سمت کف‌های پایینتر که بتونیم معاملات فروشمون رو همچنان روی یورو یو اس دی انجام بدیم. این تحلیل کلی مارکت بود. من در هفته پیش رو این دیدگاه رو دارم که مارکت اول اینکه ممکنه به سمت پایین حرکت بکنه چون ساختارها دارن تغییر میکنن و مارکت داره به آرایه‌های پیری نقدینگی ماهانه و هفتگی واکنش نشون میده. ولی اگر ببینم این کف‌ها حفظ بشن، کف دیلی مخصوصا اون اوردر بلاک دیلی حفظ بشه و مارکت در تایم فریم پایینتر مثل یک ساعت سقف جدید بزنه، خب دیگه طبیعتا میرم سراغ معاملات خرید تا اون اوردر بلاک ماهانه که خطش رو نشونتون دادیم و گفتیم تا کجا ممکنه پیش بره. خب بریم توی سایت بارچارت یک نکته هم اونجا بگیم.
این قراردادهای فیوچرز یورو یو اس دی هست و اینم چارت COT که نشون میده معاملات مارکت میکر به چه صورت بوده. دقت کنید توی این محدوده کف اینجا ما به یک آرایه PD رسیده بودیم در تایم فریم ماهانه. توی این محدوده کف به یک آرایه PD رسیده بودیم و COT در سقف بود. این خطی که دارید میبینید این خط میانگین معاملات مارکت میکر در یک سال گذشته است. یعنی اگر بالای این خط باشیم یعنی مارکت میکر فروشنده بوده، عمدتاً فروشنده بوده، خریدار بوده. وقتی بالای میانگین هستیم مارکت میکر خریداره و وقتی پایین میانگین هستیم مارکت میکر فروشنده است. یعنی اولا که بانک ها توی فارکس و توی در واقع انجام معاملات هم معاملات خرید دارن و هم معاملات فروش، ولی خب اینا رو وقتی از هم در واقع تفاوتشون رو به دست بیاریم، برآیندشون رو به دست بیاریم، عدد اگر منفی بشه نشون میده داره میفروشه و اگر مثبت بشه نشون میده داره میخره. پس وقتی میاد بالای خط میانگین نشون دهنده اینه که مارکت میکر عمدتاً خریداره. پس من این خط رو نشون بدم که ما سقفمون اینجاست، این محدوده، و کف معاملاتش در یک سال گذشته هم اینجاست. خب اینجا ما به یک آرایه PD در تایم فریم ماهانه رسیدیم. چارت COT در قله قرار داره، یعنی مارکت کاملا خریدار بوده اینجا و پس از اون یک چرخش در مارکت اتفاق افتاده. چرخش رو هم که از اون محدوده‌ای که چنج آف کاراکتر در تایم فریم دیلی اتفاق افتاده، یعنی آخرین سقفی که در تایم فریم دیلی بوده شکسته شده، ما میتونستیم از اینجا به بعد از اینکه اصلاح میکنه منتظر معاملات خرید باشیم و قیمت رو به سمت بالا ببینیم که داره حرکت میکنه. به هر حال مارکت در جهت اون معاملات بانکی حرکت میکنه. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ ما الان در قله‌ای که قرار داریم، در قله‌ای که هستیم اینجا، در قله‌ای که هستیم یک اتفاقی افتاده. چارت COT به پایین ترین قیمت رسیده توی تقریبا میتونیم بگیم 5-6 ماه گذشته خودش، که نشون میده اینجا سطح فروش مارکت میکر هست. یعنی اینجا ما میانگین معاملات بانکی دارن به سمت فروش حرکت میکنن. پایین ترین سطح در یک سال گذشته هم اینجاست که خیلی نزدیکش هستیم و نشون میده که مارکت میتونه حتی در این هفته پیش رومون هم معاملات فروش خودش رو تکمیل بکنه و بعد از اون ممکنه چرخش در مارکت رو ببینیم. حتی چرخش قبلی رو هم اگه بیایید نگاه بکنید این قسمت، من یه جور بک تست هم دارم به شما نشون میدم. به هر حال سعی میکنیم پستایی که میذاریم بیشتر آموزشی باشن و شما یاد بگیرید، نه اینکه صرفا بگیم این شده و رفته و تموم شد رفت به کارش، ولی سعی میکنید اینا رو یاد بدیم بهتون که شما هم بتونید بعداً از اینا استفاده بکنید. ببینید اینجا ما توی محدوده که سقف هستش ما در کف COT هستیم که نشون میده مارکت میکر اینجا فروشنده بوده و بعد از اینکه تغییر ساختار رخ داده در تایم فریم دیلی ما میتونستیم معاملات فروشمون رو و چرخش مارکت رو ببینیم. اون چرخش 3 ماهه‌ای که بهتون گفتم رو بریم ببینیم و بتونیم باهاش معاملاتمون رو انجام بدیم. هر 3 الی 4 ماه در مارکت یک چرخش رخ میده که این چرخش ها در قالب تکمیل شدن معاملات بانکی انجام میشن و ما میایم روی چارت COT اینا رو نگاه میکنیم و در واقع میبینیم که چه اتفاقی برای چارت میتونه بیفته. پس این رو هم با هم دیگه دیدیم. من این هفته بیشتر سعی کردم در مورد یورو یو اس دی صحبت کنم. تحلیل‌های دیگه هم که بچه‌ها درخواست کردن در هفته‌های بعدی یا در بین همین هفته در روزهای عادی سعی میکنم تحلیل اونها رو هم براتون بذارم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. امیدوارم که این تحلیل براتون مفید بوده باشه و هفته پیش رو هفته خیلی خوبی باشه براتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.